بیا میخوام یه چیز نشونت بدم. چی؟ ماشین خریدم. از این به بعد باید به من بگی محمد امین خان. حالا ماشینت چیه؟ چی؟ کویک هم شد ماشین؟ بیا ماشینم بهت نشون بدم. نگاه سرش قرمزه. سقفش. حالا بهت گفتم کویک صفر خریدم. بله. چیکار میکنی؟ فیلم میگیرم استوری کنم چه حسودا در. حالا یه کویک خریدی یا؟ کم چیزیه، خیلی چیزیه. من لولم اومده بالا، باید با دوستان قطع رابطه کنم. کویک خوبم عزیزم. حالا یه کویک خریدی یا؟ با تو هم همینطور. تو چه کار میکنی تو این ماشین؟ برو پایین. بهت گفتم کویک صفر خریدم. بله 100 بار. براش اسم گذاشتم. چی اسمش؟ هایما کوچولو. حالا برای چی هایما کوچولو؟ نگاه کن چراغاش مثل هایماه. کلاغ سیس عقاب گرفته. اینقدر شیشه رو بالا پایین نکن. در یواش ببند. کفشاتو در بیار بیا تو. حرف نزن. نگاه نکن. نفس نکش. اصلا نفس نکش. کویک دارم. بهت گفتم کویک صفر خریدم. بله 1000 بار. چرا اینجوری میرونی؟ کویک دارم. گاز بده. چرا اینجوری میرونی؟ تازه نفس بهش استرس نده. اسب نفس بریده طاقت تازیانه ندارد. چه ربطی داشت؟ هیچی همینطوری گفتم. بهت گفتم کویک صفر خریدم. بله 10000 بار. دست کثیفتو نزن به این. حالا خوبه بنز نخریدی؟ تقصیر منه که با شما میگردم. کسی شما رو گردن نمیگرفت. بهت گفتم کویک صفر خریدم. بله 100000 بار. بریم با ماشین یه دور بزنیم. فقط با ماشینای خطی. میدونی ماشینم کویک اونم صفر. آدم ندیده بین من رفتم. لیاقت منو نداری. همین بهتر که بری.